باورتون میشه این چرخ دستی ساده که تو همه فروشگاه پیدا میشه تونسته میلیون ها نفر رو از سراسر دنیا بکشونه بیاد اینجا که باش عکس بگیرن؟ همه چیز زیر سر فیلم هری پاتره. بخشایی از فیلم هری پاتر در ایستگاه قطار کینگز کراس شهر لندن فیلم برداری شده. یکی از صحنه‌های این فیلم مربوط به سکوی 934 این ایستگاه هستش که هری پاتر و دانش آموزان مدرسه با چرخ دستی‌های پر از چمدانی که در دست دارن برای رسیدن به اسکاتلند باید از دیوار این سکو عبور کنن. بعد از پخش فیلم هری پاتر که با محبوبیت زیادی هم همراه بود، مسئولان ایستگاه برای قدردانی از این فیلم اومدن یه دیوار مابین سکوی 9 و 10 ایستگاه رو به عنوان سکوی 934 نامگذاری کردن و یه چرخ دستی ساده به صورت نمادین اونجا اومدن و گذاشتن. علاقمندان به فیلم هری پاتر که فکر می‌کردن این سکو و چرخ دستی همونی که توی فیلم دیدن، برای بازدید و گرفتن عکس به این منطقه هجوم آوردن. از اون زمان تا به امروز میلیون ها نفر از سراسر دنیا فقط برای گرفتن عکس با این چرخ دستی و سکو از این ایستگاه بازدید میکنن، اونم از سکویی که وجود خارجی نداره و چرخ دستی که یک وسیله ساده است که در همه جا پیدا میشه.